دوام روز 14 و شب 15 دکبر با دهها مشتری شرکت تسل، بزرگترین شرکت علاقه موبیلی تاجیکستان، پیامک با سراغ یک ویدیو در یوتیوب به ضد سردبیر سامانه اپوزیسیونی اصلاح محمد اقبال صدرالدین ارسال کردند. چون این پیامک ها را مشتریان شرکت های دیگر علاقه موبیلی نیز دریافت کردند. در این ویدیو این فعال مخالفین را به گویا علاقه همجنسگرایانه با یک فرمانده از ولایت قندوز افغانستان با نام قماندان غلام ابدار میکنند. محمد اقبال صدرالدین این اتهامات را بافته نامیده و گفت که با این دروغ بافیا میخواهند مرا از نشر مطلب ها درباره کروپسیا در زینه های بالای حکومت تاجیکستان منع کنند. در شرکت تسل در پاسخ به درخواست پایگاه خبری بامداد گفتند که در این زمینه متخصصان شرکت تحقیقات انجام دادند و به چنین نتیجه رسیدند که این پیامک هایی که برخی مشتریان تسل همچنین مشتریان شرکت های دیگر دریافت کردند سپام است. شرکت تسل توصیه می‌دهد که پیامک های همچنین سپس ارسال شده را نکشایند و چنین سپام ها را پاک کنند. گفت در صحبت با بامداد یک منبع از شرکت تسل که از بردن نامش خودداری میکند. او میگوید که چنین شیوه ارسال پیامک ها کار شرکت تسل نیست. استراتژی کاری شرکت مخابرات تسل تنها کار در راه رشد سوی مخابرات در تاجیکستان و کار به منفعت جامعه تاجیکستان را در بر میگیرد. پیامک های رسمی از تسل همیشه با ذکر تسل در این پیامک صورت میگیرند و در پایان آن شماره تماس برای معلومات علاوه کرده می شود. تأکید کرد همصحبت ما. او افزود که متخصصان فنی تسل حال روی نوسازی مکانیزم‌های پیشگیری از ارسال من بعده چنین پیامک‌ها کار می‌کنند. تسل بزرگترین اپراتور علاقه موبیلی در تاجیکستان به شمار می‌رود. بنا به آمار سال 2019 تسل حدود 40% بازار علاقه موبیلی تاجیکستان را تحت نظارت داشته. رقیبان اساسی خود میگافون تاجیکستان و ویلان و بیلاین را خیلی قفا گذاشته است. شماره عمومی مشتریان علاقه موبیلی در تاجیکستان حدود 6.4 میلیون نفر برآورده می شود که قریب 3 میلیون آنها در برابر علاقه موبیلی توسط تلفن از اینترنت نیز استفاده میبرند. سامانه اصلاح که با نشر مقاله ها و ویدیوهای پرسر و صدا درباره در کروپسیا دست داشتن منصبداران بلندپایه تاجیکستان معروف است، قریب 4 سال پیش در فرانسه از جانب محمد اقبال صدرالدین یک زاده تاجیکستان که در این کشور اروپایی پناهنده شده است تأسیس یافته است.